مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه گیه منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. بیش از 100 روز از اعتراضات مردم در خیابون‌های ایران میگذره و البته در فضای مجازی هم این اتفاق افتاده و مردم برای اولین بار در طول این 43 سال عمر جمهوری اسلامی و آخوندها تونستن به صورت مداوم بیش از 100 روز اعتراض خودشون رو علنی بکنن و همین اتفاق هم باعث شده که جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه. خیلیاشون بخوان از کشور فرار بکنن، سرمایه خودشون رو از کشور خارج بکنن و به لبه پرتگاه بیشتر نزدیک شده و ما شاهد این هستیم که بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی اومدن و تحریم‌های بیشتری رو علیه ایران وضع کردن و از اون طرف با افزایش قیمت یورو و دلار ما شاهد این هستیم که توی اون سیستم داره فروپاشی اقتصادی صورت میگیره. و تا لحظه ضبط این ویدیو این نکته رو هم بگم که قیمت دلار در این لحظه 38400 تومانه و قیمت یورو 40000 تومان، پوند 47000 تومان و سایر قیمت‌ها و همین افزایش قیمت یورو و دلار باعث شده که اون حکومت اون سیستم بترسه و عملاً فروپاشی اقتصادی اتفاق خواهد افتاد که یه کمپینی هم تشکیل شد که به مردم گفتن که آقا پولهای خودتون رو از توی بانک‌ها بکشید بیرون، نذارید پولتون تو اون بانک‌های اسلامی پر از ربا باشه، چون ربا میگم چه چیزی میگم که پول شما رو میزنن تو بانک با سود بیشتر میدنش به یکی دیگه و با همون سود مردم رو سرکوب میکنن، با همون سود بانکی مردم رو میکشن، با همون سود بانکی باتوم و اسلحه و چیزهای مختلف رو وارد اون مملکت میکنن و خود مردم رو میکشن. و بهتره که مردم همین امروزی که این ویدیو رو میبینید لطفاً برید پول نقدتون از توی بانک بگیرید دیگه. ریال ارزش نداره، تبدیل به تلاش بکنید. اصلا یورو دلار هم نمیخواد بکنید. طلا یه چیزیه که اگر اقتصاد جهانی بیاد پایین طلا میاد پایین، اقتصاد جهانی بره بالا طلا هم بره بالا. چیزی از دست نمیدید. جنگ بشه، هر چیزی بشه، شما طلاتون ارزش داره در همه جای جهان. پولتون رو در بیارید و تبدیل به طلا کنید، چون اگه الان تبدیل نکنید 6 ماه دیگه ارزش پولتون نصف میشه. درست مثل الانی که اگر 6 ماه قبل پولتون رو تبدیل میکردید ارزش پولتون نصف نمیشد. اون مملکت رو داره هم با شلنگ و تخته مدیریت میکنه، اصلا معلوم نیست چجوری داره اون مملکت جلو میره. یارو آخونده میگه ما مملکت امام زمان داره کمک میکنه که اون مملکت بیاد بالا. والا بعید هم نیست اونقدری که شما شل شخمی و طلا تخمی دارید اون سیستم رو مدیریت میکنید، خب معلومه دیگه بعد متوسل بشید به اون ائمه اطهار رو نمیدونم امام زمان، اونا براتون مدیریت کنن. خودتون هم پشماتون ریخته چجوری اون مملکت سر پاست، دایورت کردید روی ائمه. از اون طرف در طول بیش از این 43 سال گذشته عمر جمهوری اسلامی ما شاهد این بودیم که بسیاری از بازیگرها، فوتبالیست‌ها و هنرمندها و افراد معروف و مشهور برای اولین بار اومدن پشت مردم و از اعتراضات مردم حمایت کردن. بسیاری از فوتبالیست‌ها مثل علی کریمی، علی دایی، نمیدونم مهدی مهدوی کیا، یحیی گل محمدی، بوریا غفوری، خیلی‌ها بودن. بسیاری از بازیگرای خانم حتی کشف حجاب کردن و خیلی هاشون هم اومدن و انتقاد کردن به اون سیستم و سیاست اون سیستم و حکومت، مثل شقایق دهقان، مثل کتایون ریایی که حتی بازداشت شد. و در آخرین نمونهش این چهره حمید فرخ نژاد که با یک پست اینستاگرامی خودش با بولدوزر از روی بیت و خامنه‌ای و همه رد شد که این پست اینستاگرامی حمید فرخ نژاد رو هم در طول این ویدیو تحلیل و آنالیز خواهیم کرد. یه پست اینستاگرامی بسیار جنجالی بوده و حالا از اون طرف هم خیلی اومدن از حمید فرخ نژاد انتقاد کردن، افراد دلبسته و وابسته به اون حکومت که مزدشون و پولشون از سرکوب و کشتن مردم و تخریب این افراد گرفته میشه و به دست میاد. نمونش این چهره آقای سید محمود رضوی که به محض اینکه حمید فرخ نژاد اون پست رو گذاشت که حالا جلوتر هم با هم بررسی می‌کنیم اینجوری نوشته حمید فرخ نژاد بازیگریه که همزمان با اعتراضات نقش یک مأمور امنیتی رو بازی می‌کرد و حالا با اتمام کار و دریافت دستمزد میلیاردی به عنوان یک دیکتاتور در تلاش است با توهین به رهبری جلوی پخش کاری گروه چند ده نفره رو بگیره و او حالا هم نقش بازی می‌کند تا آن طرف خریدار پیدا کند.
یعنی عملاً تیر کلفت رو حمید فرخ نژاد به امثال این آدمای نون به نرخ روزخور مثل سید محمود رضویه که توی کلاپاس و جای دیگه هم من باش صحبت کردم زده از یه آدم ایشون از همه نون به نرخ روزخور رو مفبرتره، یعنی نگم براتون، یعنی هر جا براش بچربه هر کاری میکنه. یعنی همین الان بهش بگن ریشو بزن 1 میلیارد بهت میدیم، فوش بده به بیت و بالا و پایین، 7 جد آبادش رو میفروشه فوش میده. یک آدم مفبریه، اینو من میشناسم. حالا بگذریم، میخوام بگم تیر کلفت حمید فرخ نژاد اینجوری زد، پولش رو گرفت از اون سیستم، یه کاری هم کرد که اون فیلمش هم پخش نشه، ممنوع کار بشه، به حساب کار بیاد دست این افراد که بیان اینجوری توییت بکنن و این صحبت بکنن. بعد جالبه بدونید، میخوام بگم ته این آدم ها چیه. طرف 150,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومان، 500,000 تومان پول میده فیلتر شکن و وی پی ان بخره و نصب کنه، بعد بیاد توی اون فضای مجازی که اون حکومت فیلترش کرده، مثل توییتر و مثل اینستاگرام و مثل کامنت های یوتیوب و تلگرام و جای مختلف، از همون حکومت حمایت بکنه. یعنی پول فیلتر شکن بدی بیای تو فضای مجازی که اون حکومت فیلترش کرده، از همون حکومت حمایت بکنی. اگه این آدم اسکل و کودن نیست چیه؟ اصلا این حرکت بین کودن هم قفله. تو بیای فضای مجازی که اونا فیلترش کردن، چون فضای مجازی عملا از دستشون خارج شده، چون دیگه مردم شناختنشون. ببینید برای چی میان اصلا یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام و جای مختلف رو فیلتر میکنن؟ به خاطر اینکه اون حکومت نمیخواد مردم دسترسی آزاد به فضای مجازی داشته باشن، نمیخواد مردم دنیای واقعی و دنیای آزاد و پیشرفت و تکنولوژی رو ببینن. چون اگر ببینن میگن اوف، یعنی اینا مملکت داری نکردن، اینا یه پا گذاشتن این ور مملکت، یه پا گذاشتن اون ور مملکت، با شدت تمام رنگش قهوه‌ای کردن. بعد امثال این آدما میان تو همون توییتری که دولت فیلترش کرده حمایت میکنن از همون حکومت و دولت. و جالبه بدونید من در طول این 5-6 سال گذشته که رسانه پشت پرده رو داشتم، بسیاری از سلبریتی ها و نمیدونم فوتبالیست‌ها، افراد مختلف انتقاد کردم و راجبشون افشاگری کردم، اما حمید فرخ نژاد رو یادم نمیاد که من راجبش افشاگری کرده باشم و راجبش صحبت کرده باشم. جز محدود سلبریتی هایی بود که من راجبش صحبت نمی کردم و افشاگری نمی کردم، چون یه شناختی من از حمید فرخ نژاد دارم که همیشه پشت مردمش بوده، از مردمش حمایت کرده و منم سعی میکنم که سلبریتی ها و افرادی که سمت مردم هستن رو بهشون انتقاد نکنم و حتی ازشون هم حمایت بکنم. البته حمید فرخ نژاد هم اشتباهاتی داشته و کارایی هم کرده، میگم یادم نمیاد چون احتمالاً که 2 جا هم راجبش صحبت کردم در طول ویدیوهای گذشته خودم، ولی خب همیشه سعی کرده سمت مردمش باشه و میتونم اشاره بکنم به ویدیویی که من بیش از 5 سال پیش از حمید فرخ نژاد یک مستند ساختم و نه تنها ازش انتقاد نکردم بلکه ازش حمایت هم کردم. ببینیم این ویدیو رو. مستند شبکه گالا تقدیم می‌کنم. ماشاءالله هزار ماشاءالله خود ختم همه حواسم این روزها او ستاره سینما ایران است. فیلم فرومی بهترین بازیگر نقش اول مرد تعلق می‌گیرد به جناب آقای حمید فرخ. او یک آبادانی شیشتانگ. چقدرم جوون بودم و اینا بکنید، الان مقایسه کنید با الان من. اون موقع چقدرم جوون‌تر بود، موهام اینا نریخته بودم چنین اینا، ولی خب دیگه بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. مدرک ببینیم رو میکنی دکتر رو ها دکتر باش اونا فهمانا فیلم‌های سینمایی گشت ارشاد یکورو همیشه در خاطر ما یادگار. همین گلا اگر نرش چین کار داشتان بود این بود که باش بود نرس اینجا بود نبود. مستند حمید فرخ نژاد سه‌شنبه 16 خرداد ساعت 21 بعد اینم یه از شبکه گالا. داشته باشید بعداً نسخه کامل این مستند رو برای شما پخش خواهم کرد و مستندی بود که من برای شبکه گالا ساخته بودم، یادش بخیر اون موقع. و حمید فرخ نژاد جزو محدود آدمایی بود که من میدونستم که سمت مردم قابل توجه
بسیاری از کسایی که خارج از ایران هستن با اون سیستم آخوندی مشکل دارن. بعضیشون حتی به من انتقاد میکنن که آره امین فردین تو فقط داری سلبریتی هایی رو تخریب میکنی که طرف مردمن، تو نمیدونم از اون سیستم داری خط میگیری که این سلبریتی ها رو تخریب بکنی. عزیز من اگه من طرف اون سلبریتی ها بودم الان بعد امین فرخ‌نژاد رو تخریب میکردم دیگه، نباید ازش حمایت میکردم. ولی اینجوری نیست. ما در رسانه پشت پرده سعی میکنیم که سمت واقعیت باشیم و سعی میکنیم که سمت مردم باشیم و سعی میکنیم سمت آدم‌هایی باشیم که سمت مردم هم. انتقاد خودمون هم میکنیم. اگر اعتقاد به دموکراسی داشته باشیم، اگر اعتقاد به آزادی بیان داشته باشیم، همش که تعریف و تمجید نیست. گاهی وقتا باید انتقاد هم نسبت به افراد صورت بگیره. اصلا انتقاده که باعث سازندگی میشه. این در جواب اون افرادی هستش که میگفتن که تو داری سلبریتی و افرادی که محبوب دل مردم هستن رو تخریب میکنی. نه واقعا ما همچین سیاستی رو در رسانه پشت پرده نداریم. اما برسیم به این پست اینستاگرامی جنجالی حمید فرخ‌نژاد که حسابی هم جنجال این روزها به پا کرده در فضای مجازی. گفته که دیکتاتورها فارغ از اینکه در کجای دنیا یا در کدام مقطع از تاریخ ظهور میکنن خصوصیات اخلاقی مشترک زیادی دارن، فرق نمیکنه آیدی امین باشی یا فرانکو یا مائو یا موسولینی یا پلپوت یا استالین یا چایسکو یا فرعون یا علی خامنه‌ای. جالب بدون که از علی خامنه‌ای بدون آقایه استفاده کرد یا آیت الله و کلمه علی خامنه‌ای به صورت تکی استفاده کرده. همگی به مرور توهم خودخدا انگاری به سراغشون میاد و خود را حق مطلق میپندارن و زوال ناپذیر و جاودان. این بدین معنیه که دیکتاتورها انسانهای کم فهمی هستند؟ نیست. روند مشترکی هم از همه اونها یک بیمار روانی ساخته که تفسیرهاشون رو از واقعیت بر اساس جهانی که خودشون ساختند داره، نه دنیایی که واقعیه. همین مسئله پاشناشیلی میشه که یکی دیگر از مشترکات دیکتاتورها یعنی انقراض رو براشون رقم میزنه. همه در یک چیز مشترکن، سرنگون میشن. باز هم این به این معنا نیست که دیکتاتورها همه بدن ها. بعضی از دیکتاتورها حتی باعث پیشرفت و ترقی کشورشون میشن، ولی باز هم سرنوشتشون با دیگر هم نوعان دیکتاتورشون تفاوت نمیکنه. یا توسط نیروهای خارجی یا ملت خودشون سرنگون و منقرض میگردند، یا اصطلاحاً منظورش اینه که هر کاری بکنن در آخر تهش انقراض. گفته که دیکتاتورها یا میجنگن یا نابود میشن یا تسلیم میشن و نابود میشن. در هر دو صورت پایانشان یکیست. از مشترکات دیگر این صنف این است که همگی تصور میکنن با دیگر همصنفانشان متفاوتن و اصلا دیکتاتور نیستن و اما با همه مشترکاتی که برشمردم یک تفاوت عمده با هم دارن. دیکتاتورها یا با شخصیتن یا بی شخصیت. دسته اول وقتی به پایان نزدیک میشن سرنوشت رو میپذیرن و کنار میرن و دسته دوم راه پرهزینه رو انتخاب میکنن که منجر به بالا رفتن تلفات و از هر دو طرف یعنی هم مردم و هم خودشون میشن. به گونه ای که در پایان داستان تکراری همه اونها لایه‌های دوم و سوم منتسبان و منسوبانشون و نیروهاشون نیز به دلیل خشم مردمی که تلفات زیاد دادن مورد انتقاد قرار میگیرن. گروه دوم کثیف میبرند و بد. علی خامنه‌ای تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، لااقل به خاطر خودت دیکتاتور با شخصیتی باش. این پست جنجالی حمید فرخ‌نژاد هم حسابی جنجال به پا کرد و گفتم دیگه قشنگ با بولدوزر رد شد از رو بیت و جای مختلف. حمید فرخ‌نژادی که در طول این چند سال گذشته این بار اولش نبوده که به اون حکومت و سیستم و سیاست‌های اون سیستم انتقاد می‌کرده. میتونم اشاره بکنم به جشنواره فجر سال 1398 که بسیاری از هنرمندها و سلبریتی‌ها رو اومده بودن تهدید کردن، چون سلبریتی‌ها و هنرمندا تحریم کرده بودن جشنواره فیلم فجر رو و گفته بودن که ما شرکت نمی‌کنیم توی این جشنواره و وزیر وقت ارشاد هم گفته بود که اگر توی این جشنواره شرکت نکنید ممنوع الکار میشید، ممنوع تصویر میشید، ممنوع صدا میشید. که اون موقع شهاب حسینی اومد حسابی پشت سیستم و حسابی مالون براشون و اینا که اون موقع تنفر عجیب و غریبی مردم نسبت بهش پیدا کرد، اما حمید فرخ‌نژاد اومد پشت مردم و تحریم کرد جشنواره فیلم فجر رو. حتی یادمه که 15 اسفند همین سال 1400 بود که حمید فرخ‌نژاد جایزه جشنواره مسکو رو بهشون پس داد
و به خاطر جنگ اوکراین و روسیه که روسیه حمله کرده به اوکراین و گفته بود که من سمت قسمت دیکتاتور وای نمیستم و حمایت کرده بود از مردم اوکراین. چند وقت قبل ترش هم یه تونه مصاحبه از حمید فرخ‌نژاد تختی شده بود و منتشر شده بود که حمید فرخ‌نژاد گفته بودن که آره همه مردم نمیدونم فدای سر بچه‌م، این چیزا که یک مصاحبه 2 ساعته بود تیکش رو درآورده بودن که حمید فرخ‌نژاد رو تخریب بکنن. میگم حمید فرخ‌نژاد هم توی فعالیتش اشتباه نمیشه نداشته باشه، اما چون من شناختی که نسبت به این آدم دارم خوب میدونم که جای درست تاریخ ایستاده و اومده سمت مردم و دمش هم گرم و ما هم حمایت میکنیم در رسانه پشت پرده از امثال حمید فرخ‌نژاد. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. خیلی دوست دارم که شما هم کامنت بذارید و نظرتون رو بگید. اگر هم دوست داشتید کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. ممنون از شما. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام.